در خدمت یکی دیگه از هموطنان عزیزمون هستیم. بزرگوار، شما یکی از جوانان نسل قدیم هستین و با جوانان امروزی تفاوتتون از زمین تا آسمونه. خواستم ببینم با توجه به اتفاقات اخیر و جنگ اخیر، اگر یک روز این جنگ به جنگ زمینی کشیده بشه، شما حاضر هستین اسلحه به دست بگیرید و برید از خاک و جان و ناموس این مملکت دفاع کنید؟ البته که این وظیفه هر ایرانی، هر وطن پرستیه. در طول تاریخ همین بوده. ما این وظیفه ملی ماست. یعنی شما اگه همین فردا هم بهتون بگن جنگ بشه، حاضرید برید و دفاع کنید از این مملکت؟ البته اصلا وظیفه ملی، میهنی، ایرانی، وطنی هر ایرانی، فارغ از تمام اعتقادات. دقیقاً. اصلا تو خون ایرانی هست که بخوام اولین بار نیست، در هر زمانی میتونه اتفاق بیفته. ایران که عوض نمیشه، وطن. سلام علیکم. از ادب. قربان شما. نام و نام خانوادگیتون میفرمایید؟ حسن قربانی. نام پدر؟ محمد الله. تدریس محل سکونتتون؟ برای چی؟ شما داوطلب شدید برای اعزام جنگ. من الان 100 تا پرونده باید رسیدگی کنم. اونا رو کی رسیدگی میکنه؟ مگه سرباز کم بردن؟ جوانان موندن که دنبال تیر مرد افتادید. من راهم به زور میرم. برم داوطلبانه است. بزرگوار.